در آلمان کار طوری هست که شما یا در یک اداره استخدام میشین و یا به شکل آزادانه و مستقل کار میکنین. کار آزادی که شما انجام میدین بستگی به نوع خدماتی که ارائه میکنین به صورت فردی به دو نوع تقسیم میشه: Freiberufler و gewerblich. کارمندای آزاد آدم میتونه مثلا دکترها را بگویه، وکیل مدافع ها را بگویه و خبرنگارا، مثل من که به شکل آزاد کار میکنم. وقتی کار خود به عنوان خبرنگار آزاد در آلمان شروع کردم، ما باید یک شماره حساب مالیاتی می داشتم که او را Steuernummer میگن و این شماره حساب مالیاتی را از اداره فینانس امت یا اداره مالیات به دست میارم. برای هر کاری که در آلمان به شکل آزاد انجام میدین باید یک صورت حساب نوشته بشه. در این صورت حساب شماره مالیاتی شما، شماره صورت حساب، کاری که دقیقاً صورت گرفته و به چه مبلغی صورت گرفته را ذکر بکنین و این صورت حساب نگه بدارین، چون در آخر سال برای تصفیه حساب مالیاتی بسیار مهم هستند.